جنگیر مومن. درود دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. آرتا هستم و امروز قرار یک نقد و بررسی از فیلمی که داشته باشیم که ادامه‌ای برای یکی از بزرگترین فیلم‌های ترسناک تاریخ سینماست. آماده اید؟ فیلمی که هممون سالها منتظرش بودیم، The Exorcist Believer. قبل از اینکه به نقد بپردازیم، اجازه بدید با یک نقل قول از ویلیام فریدکین، کارگردان فیلم اصلی The Exorcist شروع کنیم. او گفته ترس واقعی از ناشناخته ها میاد، از چیزی که نمیفهمیم. این جمله رو میشه به زیبایی به فیلم جدید هم ارتباطش داد، چون در بلیور هم ما با ناشناخته هایی روبرو میشیم که فراتر از درک انسانی است. خب، The Exorcist Believer به کارگردانی دیوید گوردون گرین ساخته شده و داستان دو پدر رو روایت میکنه که با نیروهای ماورایی شیطانی دست و پنجه نرم میکنن تا جون دو تا دختر رو نجات بدن. این فیلم درست در ادامه نسخه کلاسیک اون هست که سال 1973 ساخته شده بود و یک بار دیگه ما رو به دنیای آزاردهنده تسخیر شیطانی میبره. قبل از اینکه بریم سراغ نقد اصلی، بیا یه نگاهی به تریلر فیلم بندازیم تا بهتر بتونیم در موردش صحبت کنیم. آماده اید؟ بریم یک تریلر ببینیم و برگردیم. درباره اگزورسیست صحبت میکنیم، انتظار بسیار بالاه. نسخه اصلی هنوز هم به عنوان یکی از ترسناکترین فیلم های تاریخ سینما شناخته شده، اما آیا بیلیور تونسته در همون سطح ظاهر بشه؟ حالا بیا این صحبت. فیلم جدید سعی کرده از تکنیک های مدرن تر استفاده کنه و شاید به لحاظ جلوه های ویژه جذابتر باشه. اصلی اینجاست که اون حس خفقان و ترس واقعی که در نسخه اولی وجود داشت در این فیلم کمتر دیده میشه متاسفانه. شاید دلیلش این باشه که فیلم بیشتر به سمت اکشن های مرسوم ژانر وحشت کشیده شده و عمق روانشناختی اون کمتر به چشم میادش. از نظر کارگردانی دیوید گوردون گرین کار خوبی انجام داده، اما شاید انتظاراتمون بیشتر از این بوده. اون لحظات تنش‌زا و وحشت روانی رو که انتظارش رو داشتیم در برخی نقاط فیلم کم رنگ‌تر نشون داده. با این حال باید اعتراف بکنیم که فیلم برداری و نحوه استفاده از نور و سایه ها همچنان چشمگیر بوده. در بخش بازیگری که اون دو تا دختر که نقش تسخیر شده رو بازی میکنن موفق عمل کردن که اون حالت بیروحی و ترسناکی رو به نمایش میذارن. اما در مورد بقیه بازیگرا، به خصوص شخصیت‌های پدران، احساس میشه که کمی کلیشه‌ای عمل شده. یکی از نکاتی که نمیشه نادیده گرفت استفاده فیلم از جلوه‌های ویژه مدرن هست. در نسخه 1973 فیلم بیشتر بر وحشت روانشناختی و تاثیر عمیق بر ذهن مخاطب تمرکز داشته، اما در بلیور ما بیشتر با وحشت بصری و لحظات ترسناک آنی مواجه هستیم. با اینکه جلوه های ویژه قدرتمندن، اما کمبود اون عنصر وحشت خام و طبیعی نسخه اصلی احساس میشه. فیلم های قدیمی تر معمولا با استفاده از صدا، نور و بازی روانشناختی ترس عمیق‌تر ایجاد میکردن که به طور مستقیم روی ذهن تماشاگر اثر میذاشتش. اما بیلیور بیشتر به سمت ایجاد شوک‌های ناگهانی و صحنه‌های ترسناک کوتاه رفت. موضوعاتی که در این فیلم مطرح میشن همگی به مسئله ایمان و باور مذهبی اشاره دارن. یکی از نکات قابل توجه در داستان اینه که فیلم تلاش کرده اهمیت ایمان و باور به نیروهای ماورایی رو برجسته کنه. اما این سوال پیش میاد که این فیلم آیا در این هدف موفق بوده؟ در حالی که نسخه اصلی اگزورسیست بازی متن‌های فلسفی و مذهبی سنگین‌تر همراه بوده. بلیور سعی می‌کنه این موضوع را به سبک مدرن‌تر ارائه بده. با این حال شاید مخاطبینی که به دنبال کاوش عمیق‌تر در این زمینه هستند احساس کنند این فیلم کمی سطحی با این مبحث برخورد کرده. برای اینکه دید بهتری داشته باشیم، بیایید بلیور رو با فیلم‌های تسخیر شیطانی اخیر مقایسه کنیم. مثلا فیلم مثل کانجرینگ یا انسیدیوس. با وجود اینکه مدرن بوده، همچنین توانسته اون حس وحشت روانشناختی رو به خوبی منتقل. بیلیور اگرچه سعی کرده از این فیلم ها الهام بگیره، اما به نظر میرسه که در تلفیق عنصر وحشت سنتی و مدرن به چالش کشیده شده.
این عدم تعادل ممکنه برای مخاطبین قدیمی‌تر ناامید کننده باشه. حالا بیایید به نقاط قوت و ضعف فیلم بپردازیم. نقاط قوت: جلوه‌های ویژه بسیار قوی‌تر و حرفه‌ای‌تری از نسخه اصلی هستند. برخی لحظات تنش‌زا و دلهره‌آور در نیمه دوم فیلم واقعا تاثیرگذاره. بازیگران نوجوان فیلم با بازی برجسته‌شون لحظات ترسناک خوبی رو خلق کردن. نقاط ضعف: داستان پیچیدگی کمتری نسبت به فیلم اصلی داره و بیشتر روی لحظات اکشن و وحشت فیزیکی تمرکز کرده. شخصیت پردازی نسبت به نسخه کلاسیک ضعیفتر هستند و به نظر میرسه فیلم بیشتر به دنبال شوک‌های بصری است تا عمق روانشناختی. خب نتیجه گیری از در نهایت The Exorcist Believer یک تجربه ترسناک سرگرم کننده است، اما اگه به دنبال اون احساس وحشت و اضطراب عمیق هستین که نسخه اصلی داشته، شاید کمی ناامید بشید. این فیلم بیشتر برای کسانی که از ترس‌های مدرن و پرسرعت لذت میبرن ساخته شده، اما همچنان اثر خوبیه در دنیای فیلم‌های تسخیر شیطانی به حساب میادش. خب دوستان، این هم از نقد امروز. اگر شما هم Exorcist Believer رو دیدید، خوشحال میشم نظراتتون رو در بخش کامنت ها به اشتراک بذارید. آیا به نظرتون این فیلم تونسته به اندازه نسخه اصلی ترسناک باشه؟ منتظر نقدای بعدی من باشید و فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. تاریکی بگم گفتم نه که فیلم ترسناکه، گفتم یه تاریکی هم داشته باشین که بیشتر هیجانی باشه. خب عزیزان، تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدارتون.